بانی عالم را وفا کن، آن ثانی که نقش دو عالم تیار ساخت. نوری محمد از همه پیش استوار ساخت، کرسی و عرش و لوح و قلم را به کار ساخت. برای نبی خدایی خود آشکار ساخت، نوچرخ نیلگون به هوا پایدار ساخت. بشنو که بود سنگ تراشی به کوی تور، می کرد و سنگ تراشی و می گفت یا غفور. پنهان مشوز چشمی من ایزار ناسبور، دارم به دل ز شوق جمالی تو تسرور. عشق تو سر کشیده مرا بی قرار ساخت، بری تو خوب خانه سنگی کنم تیار. از نان و گوش پخته کنم دیگ و آوزار، گرمی اگر شود زنمت پکر شمار، سردی اگر شود کنم آتش هزار بار. می گفت این حکایت و چشمش کبار کرد، آن سنگ تراش 40 شب و 40 روز کار کرد. حلقه ستاک خانه سنگی تیار کرد، بالشت و حاز سنگ و دو جانب قطار کرد. باری خدا چو صفه زد و پایدار کرد، قصر به شوق خویش و نقش و نگار ساخت. از سنگ و ساخت کوزه و هم کاسه باریاب، در را کشودمان برون شد به اضطراب. آورد گوسفند ز هر میوه بی حساب، تا پخته کرد نان و پلو گوشتم کباب. از هر طعام بر خدا خوشگوار ساخت، گفتا که یارب این در و دروازه باز کن، مهمان من شب و مرا سرفراز کن. دستت به سوی نعمتی انواع دراز کن، بعد از جمال خویش مرا بی نیاز کن. این گفت و رفت گوشگک اختیار ساخت، ناگاه رسید حضرت موسی ز سوی دشت. از پیش روی خانه سنگی می گذشت، آن کوزه و کاسه سنگی به هم شکست. از دیدش نیان شد و در گوشه نشست، خود را به شغل و معرفت کردگار ساخت. آن سنگ تراش گفت که شد مدعای من، در خانه هم در آمده باشد خدای من. پر نور شد ز لطف قدومش سرای من، بی جا نرفت این همه جور و جفای من. آمد به سوی خانه به دل اعتبار ساخت، آن ساده دل به خانه خود کرد چون نظر. بشکسته دید کوزه و هم کاسه سر به سر، از دیده خون چکید کشید آهد جگر. می گفت زار زار که ای خالقی بشر، این کرده ای تو در دل ریشم غبار ساخت. گفتا که ای خدا تو چرا زود رفته ای، مهمانیم نخورده امانت گذشته ای. این کوزه ها و کاسه سنگی شکسته ای، از حد زیاده خاطر ما را تو خسته ای. میکرد گریه ناله خود را هزار ساخت، موسی ز کنج خانه چو آواز او شنید. زاری و گریه کردن و بیتابیش بدید، از گوشش نیان شد و تا پیش او رسید. دیدش که خون دیده و رویش همی چکید، لب برکشود پند و نصیحت به کار ساخت. موسی بگفت که این همه کارت ثواب نیست، ای بی خبر بدان که خدا خورد و خواب نیست. گویاز بی زبان سوال و جواب نیست، این خدمت تو پیش خداوند حساب نیست. با قدرتش نگر که چی لیل و نهار ساخت. آن سنگ تراش این سخن آشفته حال گشت، پیشانیش گری زد و خاطر ملال گشت. ناامید کارخانه باری تعال گشت، گاهی به حال آمد و گاهی بیال گشت. موسی به کوی تور قدم را گذار ساخت، از حق خطاب شد که چی دستور کرده ای. آن بنده را ز خدمت ما دور کرده ای، بنشسته سر به زانو و مخمور کرده ای. از حد زیاده خسته و رنجور کرده ای، 40 روز و شب خانه سنگی تیار ساخت. پیوسته بود روز و شب اندر خیال ما، مشتاق اشتیاق و حسن و جمال ما. مشغول از تو بود و شوق وصال ما، کار دیگر نداشت و جز قیل و قال ما. در عمر خویش ورد خود این کار و بار ساخت. آن بنده را نبود و ما عشق سرسری، زودتر برو بکن تو دل آسا و دلبری. خوشنود اگر نشد کشمتت پیمبری، گویا سلام من تو بنده میبری. موسی ز سوز سینه چو آتش هزار ساخت، موسی دوید آمده با سوی سنگ تراش. گفتا که گشت خدا ز تو راضی تو شاد باش،
میمان شود خدا و تو این دم غمین مباش اسباب خود درست کن و باش در تلاش آن بنده را به خدمت پروردگار ساخت آن سنگتراج چون زی خبر خوش مجاد شد موسی نبی و پیش خدا سرفراز شد در کوی طور رفت و عرض و نیاز شد این شاعری نگر که چه سن سرفراز شد